Okay, let's play alligator. Okay, let's play alligator. بسیار خوب، بیا تمساح بازی کنیم. Okay یعنی بسیار خوب. Let's مخفف let us برای پیشنهاد دادن انجام یک کار استفاده میکنیم. مثلا let's go بیا بریم. Let's run بیا بدویم. Let's play بیا بازی کنیم. Play یعنی بازی کردن. Alligator یعنی تمساح. Okay, let's play alligator. I'll be the alligator. I'll be the alligator. من تمساح میشم. I'll مخفف I will. برای تصمیم در لحظه از will استفاده میکنیم. یکی از کاربرداش اینه. be یعنی بودن. I'll be the alligator. An alligator that likes to eat balloons. An alligator that likes to eat balloons. تمساحی که دوست داره بادکنک بخوره. اینجا از حرف تعریف نامشخص n استفاده کردیم به خاطر اینکه alligator با حرف صدادار a شروع میشه. حالا یه جمله وصفی داریم میخواد تمساح رو توصیف کنه. That که likes like یعنی دوست داشتن، اینجا اسم سوم شخص گرفته. To eat بخوره، eat یعنی خوردن. balloons جمع بالونه یعنی بادکنک، که تمساحی که دوست داره بادکنک بخوره. An alligator that likes to eat balloons. Chomp, chomp, chomp. I'm hungry. I'm hungry گرسنمه. I'm مخفف I am یعنی من هستم. hungry یعنی گرسنه. برای feeling احساسات ما از to be استفاده میکنیم. Chomp, I'm hungry. Chomp, 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 chomp. Give me that. Chomp, chomp, chomp. Chomp. Chomp, chomp. Uh-oh. What happened? Are you okay, Lulu? Balloony. What happened? چه اتفاقی افتاد؟ Are you okay لولو؟ حالت خوبه لولو؟ لولو اسم این پانداست. بالونی اسم این بادکنکش رو گذاشته بود بالونی. What happened? Are you okay, Lulu? Balloony. I'm sorry, Lulu. I'm sorry لولو. متاسفم لولو. I'm sorry, Lulu. We were playing a game and I popped her balloon by mistake. We were playing a game and I popped her balloon by mistake. ما داشتیم بازی میکردیم و من به اشتباه بادکنکش رو ترکوندم. We were playing زمان جمله past continuous گذشته استمراریه. یک کاری در گذشته در حال انجام بوده. حالا چجوری ساخته میشه؟ اول سابجکتمون رو میاریم و بعدش گذشته تو بی و بعد فعل به صورت آینجی میاد. حالا اینجا داریم که we were، چون اینجا جمع بوده از were استفاده کردیم. We were playing ما داشتیم بازی میکردیم. game یعنی بازی. And I popped و من ترکوندم. popped گذشته pop یعنی ترکوندن. her balloon بادکنکشو. her صفت ملکیه، بادکنک اون خانومه. اگه آقا بود از his استفاده میکردیم. his balloon. by mistake یعنی به اشتباه، اشتباهی. We were playing a game and I popped her balloon by mistake. Oh, gone. gone. از بین رفته، از دست رفته. gone قسمت سوم فعل go. Oh, gone. Oh, that's sad. God, that's sad. خدای من اون غم‌انگیز، ناراحت کننده است. That's مخفف that is یعنی اون هست. sad یه صفته یعنی غم‌انگیز، ناراحت کننده. Oh, that's sad. Oh, balloons pop sometimes, but it's okay because you could always get another one. Balloons pop sometimes.
بادکنک ها گاهی اوقات میترکن. این یه حقیقتیه دیگه. بادکنک ها میترکن. به خاطر همین از simple present استفاده میکنیم. حال ساده. Sometimes یعنی گاهی اوقات. But ولی it's okay. اشکالی نداره. Because چون you could always get شما همیشه میتونید always یعنی همیشه یه قید تکراره. Get یعنی گرفتن. بگیرید another one. Another یعنی یکی دیگه از همون جنس. One یعنی یکی. اینجا از could برای امکان پیشنهاد در زمان حال استفاده شده و به جای can که توانایی مستقیم و حالت دستوری داره استفاده شده. Oh, balloons pop sometimes, but it's okay because you could always get another one. Yes, you can have my balloon. Yes, you can have my balloon. بله تو میتونی بادکنک منو داشته باشی. You can اینجا به معنی توانایی و یا اجازه دادن. یعنی میتونی حالا داشته باشی یا اجازه من بهت میدم تو داشته باشی بادکنک منو. Have یعنی داشتن. My balloon بادکنک من. My صفت ملکیه. Yes, you can have my balloon. No yellow. You don't want a yellow balloon? No yellow رنگ زرد نه. Yellow یعنی زرد. You don't want a yellow balloon. تو بادکنک زرد نمیخوای؟ به حالت سوالی گفته جمله منفی رو. Don't wanna مخففه don't want to'یه. برای اینکه سریعتر صحبت کنن want to رو میگن wanna. از نظر گرامری بهتر گفته بشه you don't want a yellow balloon. و توی واقعیت بعضی وقتا گرامرها رو رعایت نمی‌کنن و حواستون باید به این قضیه باشه. No yellow. You don't want a yellow balloon? You could have my red balloon, Lulu. No red. You could have my red balloon, Lulu. No red. تو میتونی بادکنک قرمز منو داشته باشی لولو. red یعنی قرمز. No red. رنگ قرمز نه. You could have my red balloon, Lulu. No red. La 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 la. What? Oh, all right. You can have my blue balloon, Lulu. No blue. What? چیه؟ all right. باشه. You could have my blue balloon, Lulu. تو میتونی بادکنک آبی منو داشته باشی لولو. بلو یعنی آبی. No blue. رنگ آبی نه. La 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 la. What? Oh, all right. You can have my blue balloon, Lulu. No blue. Well, what color balloon do you want? Well, what color balloon do you want? خب بادکنک چه رنگی میخوای؟ Well یعنی خب. What color یعنی چه رنگی. balloon یعنی بادکنک. Do you want حالت سوالی simple present حال ساده است. want یعنی خواستن. Well, what color balloon do you want? Pretty color balloony. Pretty color رنگ زیبا و خوشگل. Pretty یعنی زیبا خوشگل. Pretty color balloony. خب خسته نباشید. مرسی که از ما حمایت میکنید و به ما انرژی میدید برای تولید ادامه ویدیوها. پلیلیست ویدیو رو براتون سمت راست قرار میدم. برید داخلش و ویدیوها رو ببینید. تا ویدیو بعدی. بای.